سلام. امروز براتون آموزش یک کلوچه بسیار خوشمزه و لذیذ رو آوردم. این کلوچه ها بسیار نرم و لطیف هستند و بافتی عالی دارن. شما وقتی این کلوچه ها رو درست کنید متوجه لطافت و خوشمزگیش میشید. به خاطر داشتن زیره و خرما بسیار مقوی هستند. شما برای صبحانه و عصرانه در کنار چای میتونید استفاده کنید و لذتشو ببرید. حالا بریم با هم دیگه این کلوچه های نرم و خوشمزه رو درست کنیم. احتیاج داریم به 200 گرم شکر که من یک قاشق رو برداشتم و داخل یک لیوان آب گرم و 15 گرم مخمر مخلوط کردم و کنار میذارم تا عمل بیاد. داخل ظرفی 1 کیلو آرد سفید و باقی مانده شکر و 200 گرم روغن جامد رو که روی حرارت آب کردیم و یک قاشق چایخوری نمک اضافه کنید. 20 گرم زیره رو به مواد اضافه کنید. دوستان عزیزم، زیره رو اگر بین دستاتون ماساژ بدید یا به اصطلاحی بصابونید بوی خیلی بی‌نظیری از زیره بلند میشه. خمیرمایه‌ای که به عمل اومده رو به مواد اضافه میکنیم و شروع میکنیم به هم زدن. بعد 1 لیوان آب دوباره اضافه میکنیم و خوب به هم میزنیم تا کاملا خمیرمون یک دست بشه و خمیر کاملا نرم و لطیفی نتیجه کارمون میشه. خمیر رو روی سطح کار بذارید و حدود 10 دقیقه ورز بدید. این کار به عمل اومدن خمیر خیلی کمک میکنه. دوست دارم بدونم از کدوم کشور ویدیوی من رو مشاهده میکنید. ممنون میشم ویدیوی من رو پسند کنید و باعث پیشرفت کانال من بشید. حالا داخل کاسه ای رو چرب کنید و خمیر رو داخلش بذارید و سلفون بکشید و یه حوله روش بندازید. 1 ساعت استراحت بدید تا کاملا خمیرمون 2 برابر بشه. حالا 400 گرم خرمایی که هستش رو از قبل گرفتیم رو با گوشتگو به همراه 3 قاشق آب له کنید تا کاملا یک دست بشه. بعد از استراحت خمیر هوای خمیر رو میگیریم و حالا به اندازه 1 نارگیل از خمیر بر می‌داریم و داخل دستمون یک دست می‌کنیم و کمی با دستمون پهن می‌کنیم. 1 قاشق از خرما رو داخل وسط خمیر می‌ذاریم و حالا خمیر رو مثل بقچه به هم می‌چسبونیم و اون رو به شکل توپی در میاریم. کار بسیار راحتیه. این کار رو با بقیه خمیر هم انجام میدیم. شما میتونید روی میز کار هم این کار رو انجام بدید. خمیر رو پهن میکنیم، 1 قاشق وسط خمیر خرما میذاریم و حالت بقچه به هم میچسبونیم. بعد اون رو با دست حالت توپ گرد میکنیم. کار با خمیر بسیار آرامش بخشه و من بسیار این کار رو دوست دارم و لذت میبرم. این کار رو تا تموم شدن خمیر انجام میدیم. شما شاهد توپ‌های کوچیک بسیار خوشگلی میشید. حالا با وردن خمیر رو به اندازه 1 بشقاب کوچک پهن کنید.
با چنگال تمام روی خمیر رو حفره ایجاد کنید. بسیار زیبا و دلنشین شد. حالا داخل سینی فر که نیازی به چرب کردن و کاغذ انداختن نداره میذاریم. شما میتونید با این وسیله مخصوص کلوچه هم حفره ایجاد کنید روی کلوچه ها که کارتون بسیار راحت تر میشه. ببینید چقدر زیبا و دلنشین شده. تمام خمیرها رو پهن میکنیم و به همین روش درستشون میکنیم و در فر از قبل گرم شده با دمای 170 درجه به مدت 15 الی 20 دقیقه میذاریم بمونه. بعد گریل رو روشن میکنیم تا روی کلوچه ها طلایی بشه.